خانه با ماشین علش میکنم. با دقت گوش کنید. شما بخیر دوستان عزیز. یک برادر خانه فروشی داره در شهر لیپینسک. لیپینسک اوبلاست. 7 در خانه زمینی درسترش. گاز، سویت، او شرایطش تنج. با ماشینی که دیگه که دیگه باشه ماشین در تاجیکستان. کسی میخواد که ایراسیا بگیرش. بچه‌ای که در اسه میخوان بخرنش، اینو چیکار میکنن برادر عزیز؟ سوم میتین. سومش 1.5 میلیون. اگر که ماشین در روسیه باشه، نمرش تاجیکی باشه، در همجرا ماشین تا میگیرن. فقط یعنی که نمری تاجیک باشه، برادر مقصد برفته تاجیکستان میخواد خانه و درشان فروشه، همه زندگیش در تاجیکستان سر کنه. مقصد از این به همون خاطر خانه و در حجت کرده، دکومنت، شرایط تنش خیلی دیده شده. من گپ زده استم، ایالا مونده استم. به همون خاطر برادر زنگ بزنی، از نومی بابا جون گپ زنی، صحبت کنی. رقم داره اکران، التماس با واتساپ زنگ زنی، چون که این برادر در تاجیکستان است. خانه با ماشینی که در تاجیکستان باشه، نرخ 650 یا 100 خلاصه صحبت کنی. اینجا باشه با سوم 1.5 میلیون. نو با چق میشه 1.5. با اون خاطر بچهای لیپینس زنگ بزنی، خدمت دام تریتور زندگی مینه، یا شاید برادر اجازه هسته برای خانه و در زندگیتون تنج برای خشوع برای در این خانه‌ای که تیارن با تمام صنعتش. نو ببینه التماس نرخ نباشه، خانه و در بعد شما بسپاره. برای کار رحمت برای لایک کامنت.